السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد سيد قربان برحمك مبارك باشه دوستان عزیز. سوز است خوب است انشاءالله. عليكم السلام ورحمة الله. خوش دوستان عزیز. الله سبحانه جزای خیر. الله سبحانه با شما را مبارک بگردونه خداوند سبحان. در عمر جانتان برکت چهتا کنه. الله سبحانه سربلندی دنیا و آخرت براتون نصیب کنه. کلی برادرانی که در غریبی هستند جزاء طلب کردن الله سبحانه یار و مددگارشان باشه. پروردگار با تمام مردم مسلمان روی عالم پروردگار مبارک بگردونه. خداوند به تمام خواسته های دینی و دنیاییتان برسونه. آمین یا رب العالمین. چی خدمت کنیم انشاءالله. انشاءالله که دوستان بفرمایید. سلامت باشه سلامت باشه. الله جزای خیر کنه. الله سبحانه جزای خیر کنه. محمد جان خداوند سبحان سلامت باشین شما را الله سبحان برکت دنیا و آخرت براتون نصیب گردونه ان شاء الله ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى
وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. زنده باشی برادران. الله سبحانه جزای خیرتون خداوند عید ایام به خاندانتان مبارک بگردونه. خداوند سبحان به تمام خواسته های قلبتان برسونتونه. هر کی را مراد است، مقصود است، حاجات است، الله سبحان برآورده خیر بگردونه. پروردگار بازم سربلندی دنیا و آخرت براتون نصیب بگردونه. پروردگار همیشه آرامی یکدیگر فهمی را پروردگار همیشه پا بر جان نگه بداره. خداوند سبحان به تمام خواسته های اصلیتان برسونتون ان شاء الله. یگان گفتنی های نباشه، خداوند یار و مددگارتان باشه. یگان گفتنی باشه، مرحمت برادر ان شاء الله در خدمت هستیم. نه سلامت باشی برادرمان حمزه. الله سبحان سربلندی دنیا و آخرت براتون نصیب بگردونه. خداوند به تمام خواسته های قلبتان برسونه. دوستان یک دو تا غزل ثبت کردگی هستیم انشالله که این بگاه یک تاش باید بگذره. ساعت 8 وقتی تاجیکستان انشالله که به نماز بیشتاب و سحو و خطا اشکریز رحمتی الله اکبر بر تو آسان میرسد. هر کی دارد قدرتی قربانی کند چون ثوابش از زمین تا برج آسمان میرسد. انشالله که همه غزل برادرها خداوند سبحان خواسته باشه ساعتی 8 انشالله که میتونه که نظرش کنه. غزل بعدی هست شاید که فردا شبه. دوستانم عید قربان میرسد از خدای پاکی رحمان میرسد. یک سری سالی نبود و این زمان ساعتی مانندی میهمان میرسد. انشالله که همه لحظه ها ثبتش کردیم. خداوند سبحان خواسته باشه انشالله که در شبکه میگذاریم، بعدا میتونه که نظرش کنیم. الله سبحان نگهبانتون باشه. خداوند یار و مددگارتون. دعاگو باشین. خداوند باز هم در خاندان شما و خاندان کل مردم مسلمان الله سبحان عید ایام مبارک بگردونه. خداوند سبحان به تمام خواسته های قلبتان برسونتون. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.